میفهمیم، خوب صحیح میفهمیم که کسی که متعصب است و کسی که نشنالیست است و کسی که قوم پرست است، والله میگم برگردکن میشوه جنگ رفته اروجمون بده خوار و چه قرقزورشون میتیم. او مسلمان نیست. چرا؟ ای خانه های قرقز ای یکسر سوزنده پرفتی، ای خانه های قرقز ای یکسر، به خاطر که آیت قرآن میگه که انما المؤمنون اخوه، این قبول نداره. تاجیک میگه انما تاجیکون اخوه، و ضد آیت قرآن عمل میکنه، ولی امیر نمیفهم. أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون. وقتی که خلافت اسلامی سقوط کرد، قدس به دست یهود افتاد. أيها المسلمون أيها المسلمون. قاعده پیشان است که تا چه وقت قدس در دست یهود است؟ تا زمانی که مسلمان ها متعصب هستند و تا وقتی که نشنالیسم مسلمان ها زنده هست. ما از کوههای بلندیم، با ما پستین هم بزیبار. قدس در دست کی است؟ در دست یهود است. يدعوكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيسين ما لكم تلبسون. روزی خطا میخورم که مسلمان ها صف واحد شوند و این قوم پرستی را ترک بکنند. اگر خداوند 1000 بار جان ما بگیرد و 1000 بار با ایسری نو زندم کنه، ای خداوند التجا میکنیم که با تاجیکم خلق کنه، با تاجیکم خلق کنه، ای ملتی شما خلق کنه. میفهمیم، خوب صحیح میفهمیم که کسی که متعصب است و کسی که نشنالیست است و کسی که قوم پرست است، او مسلمان نیست. چرا؟ و ما را افغان میگن، ما افغان نیستیم، ما تاجیک هستیم. ما را افغان نگوین برادرای تاجیک، ما را افغان نگین، ما را بیگانه نگین. ما برادرای شما هستیم، ما یک خانواده هستیم، ما یک ملت بزرگ هستیم. به خاطر که آیت قرآن میگه که انما المؤمنون اخوه، این قبول نداره. تاجیک میگه انما تاجیکون اخوه، به ضد آیت قرآن عمل میکنه، ولی امیر نمیفهمه. و به می شکل هزاره و ازبک و دیگه اقوام، تا وقتی که از این قوم پرستی خدا خلاص نکنیم و فکر و اندیشی خدا مطابق قرآن عیار نسازیم. افتؤمنون ببعض الکتاب، وقتی که قرآن میگه اقیموا الصلاة، باز میگی درست است نماز میخوام. وقتی که میگه آتوا الزکات، درست است من زکات میدم. اما وقتی که میگه انما المؤمنون اخوه، میگی آیت قرآن ما قبول ندارم. نه، من وطندارم، قوم. و کفر اینمی مردم های قوم پرست سبب دوام قدس در دست صهیونیست است. أيها المسلمون